سلام علیکم دوستان عزیز. جوان از نزد باغ می گذشت و خیلی گشنه بود. سیب از شاخ درخت از دیوار باغ بیرون افتاده بود. جوان خم شد، سیب را گرفت، از شدت گشنگی فکر هم نکرده سیب را خورد و بعد از کاری کردهش پشیمان شد. شب خوابش نبرد چون مال کسی دیگری را ناپرسیده خورده بود. صبح روز دیگر به همان باغ رفت، صاحب باغ را پیدا کرد. صاحب باغ مردی کلانسال بود. جوان به او از سیب به پرسش خوردهش گفت و خواهش کرد تا صاحب باغ او را ببخشد و سیب خوردهش برایش حلال شود. مرد او را نبخشید و گفت که روز قیامت در نزد خداوند سوال و جواب خواهیم کرد. جوان از ترس آنکه پیش خداوند چی جواب میگویم خیلی غمگین به خانه برگشت. صبح روز دیگر وقتی نماز بامداد در نزد مسجد منتظر شد. صاحب باغ هم به مسجد آمد. این کار در زمان یاران پیامبر بود و آن زمان همه مسجد می رفتند و کسی ترک نماز نمی کرد. جوان باز هم از صاحب باغ خواهش کرد تا از گناهش گذرد و سیب خوردهش برایش حلال شود. اما صاحب باغ باز همان سخنش را تکرار کرد. روز قیامت در پیش خداوند سوال و جواب خواهیم کرد. جوان که خیلی با تقوا بود زاری و تولا میکرد. صاحب باغ با او گفت خوب، من سیب را به تو میبخشم، تنها به یک شرط. جوان گفت شرط را گوید. صاحب باغ گفت من یک دختر دارم، کر و کور و گنگ و شل است. اگر همان دخترم را به زنی گیری سیب را برایت میبخشم. این در زمان ما است که مردم آشکارا دروغ میگویند و همدیگر را فریب میکنند. جوان راضی شد. بعد چند آنها را نکاح کردند. شب اول جوان وقتی که به حجره به نزد عروس باید می در آمد، گرچنده به او گفته بودند که دختر کر و کور و گنگ است، از روی آداب اسلامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت. در این وقت دختر از روی احترام شوهر از جایش خست و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته گفت. جوان در شگفت و هیجان شد. چند لحظه چیزی گفته نتوانست و بعد از دختر پرسید آیا تو دختری همان باغبان هستی که به من گفته بود که دخترم کر و کور و گنگ و شل است؟ دختر گفت بله، دختری همان باغبان هستم. جوان پرسید پس چرا پدرت چنین گفت؟ دختر گفت من هیچگاه برای شخص بیگانه نگاه نکردم، گپی کسی را گوش نکردم، سخنی بیهوده نگفتم و از همه جای دور رفتگیم تا طهارتخانه است. برای همین به من میگفتند که کر و کور و گنگ و شل است. و از این جوان و دختری پاک دامن یکی از بهترین امت اسلامی امام ابو حنیفه رضی الله عنه پیدا شد.